ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامک هی کنم باز. السلام علیکم و رحمت الله، پدران و مادران، برادران و کل آن شخصانی که این لحظه صدای بنده را میشنوید. بنده امروز تصمیم گرفتم بهر شما یک قصه جالب و بسیار تأثیر بخش را پیشنهاد نمایم. سرآول میخواهم یک آیت از قرآن را که الله برای ما و شما وعده کرده است بگویم. خداوند میگوید اگر بندگان من هر کاری نیکی را انجام میدهند برای خود انجام دادند و اگر هر کاری بدی را که انجام میدهند هر آینه برای خود کردند. میگوید یک مرد عابد و خدا ترس و بسیار فقیری بود. زنی بیمار و فرزندکان گرسنه در خانه و به فروختن پشم مشغول بود. میگه یک مقدار پشم را جمع کرد و به بازار برای فروختن برد و اونها را به مبلغ 1 درهم به فروش ماند و اونها را فروخت و در حالی که به خانه برمیگشت 2 جوان مسلمان را دید که با هم دست به گریبان شده اند و یعنی با هم دغلانه رفتار میکنند. وقتی که این مرد عابد میگه از اینها پرسان شد که سبب این دست به گریبانی شما چیست؟ یکی میگه در جواب گفت من برای این جوان یک مبلغ داده بودم و مدت طولانی است که من با لفظ شیرین به اون میگویم که قرض مرا برگردان. این جوان باشد امروز پگاه کرده قرض مرا نمیدهد. میگه تا جایی که من مجبور شدم گریبان این شخص را بگیرم تا اینکه پول مرا بدهد. میگه شخص عابد پرسید مبلغی که از تو قرضدار است چقدر است؟ این جوان میگوید که 1 درهم. میگه این بنده خدا به خاطر رضاگی پروردگار و به خاطر اینه که این 2 مسلمان با هم دست به گریبان نشوند مبلغ 1 درهمی رو که فروخته بود به اینها داد تا که بین 2 مسلمان جنگ و جدال بر نخیزد. و میگه راه سپار خانه خود شد. وقتی که به خانه در آمد فرزندکان گرسنه، زنی گرسنه و خود گرسنه و زنی بیمار میگه نظر کرد و گفت همسر عزیز چی شد؟ پشمی که به بازار برده بودی به سودا برفت؟ مرد میگوید قصه را از اول تا به آخر نقل میکند و زن که زن خدا ترس بود میگوید الله اجر شخصی رو که خوبی میکند ضایع نمیگرداند. البته که الله از یک جای دیگر برای شخصی که به خاطر رضاگی پروردگار خوبی میکند از جای دیگر حتما میرساند. و میگر بعضی از چیزهای خانه را به دست شوهر داد که اینها را بفروش تا اینکه برای من و خود و فرزندانمان یعنی چیزی بیاریم و بخوریم استعمال بکنیم. میگوید شوهر بعضی لوازمات های خانه را گرفته به بازار برد تا بگاه میگه سیر و گشت کرد و پرسان شد کسی این لوازمات ها را نخرید و در حال برگشتن به خانه بود که یک مرد را دید. مرد در دست خود ماهی بزرگی داشت و مدت طولانی بود در دستش که یک بوی بد هم می کرد. وقتی که این مرد مسلمان و عابد گرسنه بود و با این مرد سوال کرد و پرسش کرد که آیا تو راضی هستی که این لوازماتی که من دارم با این ماهی که تو در دست داری که تا این دم به فروش نرفته است عوض بکنیم؟ اون مرد هم میگه راضی شد و این ماهی بوی گرفته را میگه به خانه خود آورد و همسر خود را گفت هر کاری که میکنی بکن اما این ماهی را برای خود و برای من هم بسیار گرسنه شدم و اهل فرزندانمون یعنی آماده بکن تا استعمال بکنیم.
میگه در حالی که ماهی را زن به بسم الله میگه آغاز کرد و شکم اون را چاک میکرد، از شکم ماهی میگه یک سنگی بسیار جالب میگه پیدا کرد و به شوهر خود خطاب کرد: ای شوهر عزیز، بیا و خود ببین، از درون ماهی یک سنگ عجیب یافتم. وقتی که میگه شوهر آمد و سنگ را گرفت، واقعا یک سنگ عجیبی بود و اون سنگ را گرفته به بازار به نزد یک برادر مسلمان خود که به فروش این سنگ های قیمت بها و یعنی طلا و نقره مشغول بود برد و پرسان کرد که این سنگ چقدر ارزش دارد. و اون مرد مسلمانی که میگه در بازار تاجر بود و سودا میکرد گفت: این سنگی که تو داری من در بساط خود در زندگی خود 40,000 درهم دارم. اگر تو راضی باشی به عوض این سنگ من برای تو 40,000 درهم میدهم. اما که تو که برادری من هستی، من به تو واقعی حال را میگویم که این سنگ قیمتتر ارزش دارد از 40,000 درهم دیده. و اون را روان میکند به سوی دکان دیگر شخص. وقتی که داخل اون دکان می شود و پرسان میکند، اون مرد در جواب میگوید: من در بساط خود 80,000 درهم دارم و من راضی هستم که به 80,000 درهم این سنگ قیمت بهای تو را که مروارید است بخرم. اما تو که برادری من هستی، برای تو میگویم که این سنگ تو قیمتتر ارزش دارد از 80,000 درهم دیده. و او را میگه روان میکند به سوی دکان دیگر. این مرد عابد میگه به سوی دکان دیگر میرود. اون مرد میگوید: از من دیده در این شهر کسی دیگه پول زیاد ندارد و من در زندگی خود 120,000 درهم دارم و آماده هستم که به 120,000 درهم این سنگ قیمت بهای تو را بخرم. میگه این سنگ قیمت بها را فروخت به مبلغ 120,000 درهم. وقتی که با خوشی و خوشحالی در راه به خانه خود برمیگشت، یک مرد میگوید بسیار فقیر و نادار از نزدش برآمد و گفت: از برای خداوند، از برای رضاگی پروردگار برایم کمی مبلغ بدهید. میگوید وقتی که این مرد عابد این را دید، گفت: وقتی که به خاطر خدا باشد 60,000 درهم از شیر مادرت دیده حلال برای تو. و من هم فقیر بودم، الله برای من 120,000 درهم داد و من آماده هستم که 60,000 را برای تو بدهم. الله به عوض این البته برای من از جای دیگر زیادترش را نصیب میکند. میگوید برگشت و به سوی خانه خود روان شد. این مرد این شخص عابد را فریاد زد، گفت: ای مرد، من فقیر و نادار و کمبغل نیستم و محتاج این پولهای تو نیستم. من از جانب پروردگار روانه شدم تا این که تو را بسنجم. الله تو را در زیر امتحان خود قرار داد تا این که تو شخص نادار بودی و برای تو 120,000 درهم داد، اما تو را دید که با این همه 60,000 درهمی خود را برآورده برای یک کمبغل به خاطر رضاگی پروردگار عطا کردی. این 120,000 درهم مال تو است، حلالت باد. یعنی به عوض اون کار ثوابی که برای اون تو جوان کردی، این یک قسم از 20 قسمی است که الله برای تو آماده کرده است و 19 قسم دیگر را الله در جنت برای تو آماده کرده است. و این است برادران عزیز و بسیار گرامی قدرم، جواب شخصی که از برای رضاگی پروردگار خیش مبلغ را یا که چیزی را برای یک برادر نادار خود یا برای رضاگی پروردگار خود در جای صرف میکنه. با شما بودم بنده عبدالله، یک و یک شما را از برای الله دوست میدارم و دعا میکنیم که الله با گفتگیامون عمل کردن نصیبمون بگرداند. السلام علیکم و رحمت